درود بر شما. به انگلیسی با فرزاد خوش اومدید. این ویدیو مخصوص کساییه که هنوز نمیتونن به درستی مکالمه زبان انگلیسی رو داشته باشن و توی جمع خجالت میکشن صحبت بکنن. من یک راه حل خیلی عالی براتون دارم و امیدوارم تا آخر این ویدیو همراه باشید تا در مورد شرایط اون آگاه بشید و ببینید چقدر میتونه در انگلیسی صحبت کردن شما مؤثر باشه. پس همراه باشید. عزیزان، اینجا وایس چت انگلیسی هست. دقیقاً بذارید براتون توضیح بدم اینجا کجاست. اینجا جاییه که باعث میشه اعتماد به نفستون بالا بره. اینجا جاییه که باعث میشه بدون ترس از قضاوت شدن صحبت بکنید. اینجا جاییه که کسی شما رو نمیشناسه. راحت میتونید اشتباه بکنید چون قراره در آینده نزدیک خیلی خوب صحبت بکنید. اینجا جاییه به خاطر اینکه بخوای صحبت بکنی نیاز داری به دیکشنریت رجوع بکنی و لغات جدید رو پیدا بکنی که بتونی اونها رو در قالب وایس توی گروه بفرستی. اینجا جاییه که میتونی صدای خودت رو بشنوی و با ایرادات خودت آشنا بشی و هر روز خودت رو بهتر بکنی. اینجا جاییه که میتونی تمرین گوش کردن بکنی، به دیگران گوش بدی، صدای افراد واقعی رو بشنوی. من میدونم شمایی که اینجا هستید کلی لغت بلدید، کلی ویدیو دیدید، کلی کتاب خوندید، ولی هنوز نمیتونید صحبت بکنید و این دقیقاً همون راه حلیه که من به شما پیشنهاد میدم. و ورود به این گروه شرایط داره. اول میخوام بگم که ما تو این گروه دقیقاً چه کار میکنیم و بعد شرایطش رو توضیح میدم. کاری که ما تو این گروه میکنیم اینه که مکالمه موضوعی میکنیم. اینجوری نیست که هر روز یه عده بیان و بگن سلام و خداحافظ و حالت چطوره. نه، ما اینجا دقیقاً در مورد موضوعات خاص صحبت میکنیم. در مورد شغل صحبت میکنیم، کارهای خونه صحبت میکنیم، در مورد شرایط مختلفی که توی جامعه داره به وجود میاد صحبت میکنیم و همش با وایس چت هست. اینجا زمانیه که شما میخواید جمله‌ای در گروه بفرستید نیاز دارید که لغات اون رو پیدا بکنید. همین که اون لغات رو به زبون میارید، همون که سعی میکنید جمله رو بسازید میتونه بهتون کمک بکنه و همینطور یواش یواش میبینید که بعد از 1 ماه یا 2 ماه چقدر تونستید پیشرفت بکنید. در مورد شرایط این گروه به خاطر اینکه نمیخوام یک گروهی باشه که به شکل عمومی همه بیان برن و یک سری افرادی باشن که بخوان اذیت کنن دیگران رو، برای همین یک شرط کوچیک گذاشتم و تعریف میکنم که چرا این شرط رو گذاشتم. شرط من اینه که شما اگر میخواید توی این گروه عضو باشید و وارد بشید، حداقل یک مبلغ 10,000 تومان به یک مؤسسه خیریه‌ای که خودتون تاییدش میکنید کمک کنید و فیش اون رو بفرستید به آیدی که براتون توی گروه گذاشتم. @NNF 1984 1984. تنها شرطی که شما میتونید وارد این گروه بشید همین هست و دلیلش هم اینه که نشون بدید شما برای این کار ارزش قائل شده بود. ما یک استادی داشتیم و میخواست یک سری کتاب به ما هدیه بده، ولی این هدیه رو همینجوری به ما نداد. گفت من از شما مثلا نفری 20,000 تومان میگیرم تا بدونم شما برای این کتاب ارزش قائلید و خواستید تلاش کردید که اونو به دست بیارید و این دقیقاً کاریه که من از استادم یاد گرفتم که شما بدونید برای کاری که انجام میدید هزینه کردید، برای اینکه من بدونم که شما مشتاق بودید برای این کار و شک نکنید بسیار اتفاقات خوب میفته. از حدود چند ماه آینده ما معلمانی به گروه اضافه میکنیم تا بتونید با اونا در ارتباط باشید، تا بتونن برای شما رفع اشکال بکنن و پاسخ بدن به سوالاتتون و این میتونه یه روش خیلی عالی برای یاد گرفتن زبان باشه. و همچنین پلیلیستی که بالا براتون میذارم آموزش زبان انگلیسی با فرزاد هست که میتونه کمکتون کنه و بسیار موضوعات رو من شکوندم. مثلا جایی که در مورد معرفی خودمون هست، به جای اینکه اونو توی یه درس بیارم تقسیمش کردم.
اینکه نام و نام خانوادگی شد 1 درس، مکان تولد شد 1 درس، زمان تولد شد 1 درس و به شکل خیلی جزئی دارم پیش میرم و میتونید همراه بکنید و همچنین حمایت بکنید تا افراد بیشتری بتونن این ویدیوها رو تماشا بکنن. مرسی، زیاد وقتتون رو نمیگیرم، منتظر شما هستم. اگر پیشنهادی دارید میتونید توی کامنت ها برای من بنویسید. سپاسگزار میشم بابت این موضوع و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. پرقدرت با همدیگه شروع